تقدیر دلیر عبدالله غربتی که همراه در یوتیوب گزارش نشر می‌کردند به حمله به کارمند میلیسا متهم شده است. این خبرنگار هم قبلا چند بار مورد تهدید و حمله قرار گرفته است. تهدیدها و تحقیرهای هم شده بود. بیش از 65% نقلیات جمعیتی و ماشین‌های تاکسی دوشنبه در دوره پاندمی از فعالیت باز ماندند. در دومین شهر بزرگترین تاجیکستان، خوجند، فعالیت اتوبوس‌ها به پررگی قطع کرده شد. راهبران چندی از شرکت‌های تاکسی به ما گفتند که شمار مشتریان آنها در این دوره تا 2 برابر کاهش یافته است. این برنامه نوبتدار در شهر است و با شما هستم عبدالله غربتی. در این برنامه درباره وضع کشور در شرایط پاندمی به شما قصه خواهیم کرد. گزارش امروزه ما درباره فعالیت نقلیات جمعیتی و تاکسی ها. شهر دوشنبه تا دوره پاندمی بیش از 2000 نقلیات جمعیتی فعالیت میکرد. این با شمول ترالیبوس